مممن هم لالالالم مثل تو هم گوگوگونگی مثل مممن. آنی شاعر دوره قاجاره. بعد یه غزلی گفته که بعد از اون اساتید خوشنویسی به شاگرداشون برای تمرین خط ترکیب خط، چون خیلی سخته این کلمه ها هم نوشتنش هم گفتارش، و بعد برای بیان چیز میکردن. خیلی بگو خیلی خفنه. چند بیتش خاطرم مونده. میگه که پیرکی لال سحرگاه به طفلی الکن میشنیدم که به دین نوع همیران سخن، کیزه زلفت سوس و صبح هم شاش شام تاریک، ویزه چهرت شاش شام هم سوس و صبح روشن، تتتریاکی هم و بیشش شهد للبت سس صبر و تاتابم به برفت از تتتن. خب طفل گفتا مممن را تو تقلید مکن، گوگوگم شوزه برم. حالا میخواهیم و مشتی به ککلت بزنم که بیفتد مغزت میمیان ددهن. پیر گفتا خدا را سسزد باش و شکر که رهیدم زررنج و مملال و ممهن. مممن هم لالالالم مثل تو هم گوگوگونگی مثل مممن.